بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سپس شیطان آنها را از آنجا لغزاند و ایشان را از آنچه یعنی خوشنودی که در آن بودند بیرون کرد. گفتیم فرود آیید، در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگری خویش خواهید بود و برای شما تا مدتی بر زمین جای سکونت و وسایل زندگی فراهم می باشد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت و پروردگارش توبه او را پذیرفت. به تحقیق که او توبه پذیر مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همه شما از اینجا فرود آیید، پس هرگاه از طرف من به شما هدایت آمد، کسانی که هدایت ما را پیروی کنند برایشان خوفی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما کسانی که کافر شده اند و آیات ما را تکذیب کرده اند ایشان از اهل آتش می باشند و در آنجا جاودانه به سر می برند.